جدیداً هر گوشه فضای مجازی رو که نگاه میکنی یه عده دارن بهت ایردراپ‌های مختلف رو پیشنهاد میکنن که خیلی هاشون سرکاری و از بینشون شاید 2-3 تا ایردراپ واقعی بشه پیدا کرد. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. اسم من امیر هستش و اینجا چنل امیر 98 هستش که سعی دارم آموزش هایی رو به صورت رایگان در اختیارتون بذارم که بتونید با انجام دادنشون درآمد دلاری و یا تومانی داشته باشید. و اما امروز با 2 تا سایت اومدم که از طریق این سایت ها میتونیم ایردراپ های معتبر با پشتوانه قوی و ارزهای آینده دار رو پیدا کنیم و ازشون استفاده کنیم. اگه نمیدونی ایردراپ چیه باید بهت بگم که ایردراپ ها جشنواره هایی برای اهدای مقدار خاصی رمزارز بین کاربرانی هستش که مأموریت هاشون رو انجام بدن. این مأموریت ها میتونن عضو شدن در چنل و گروه های تلگرامی و یا پیج های توییتر و اینستاگرام اسپانسرهای این ایردراپ باشن و یا اکثر ایردراپ ها با دعوت دوستانتون هم مقداری از اون ارز رو بهتون میدن که میتونید بعداً اونا رو به حساب تراس والت خودتون انتقال بدید. راستی اگه هنوز کیف پول تراس والت رو نداری بعد تمام شدن این ویدیو رو هم ببین. خب بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و میریم سراغ آموزش. خب وارد سایت اول که لینکش رو داخل چنل تلگرام براتون گذاشتم و داخل کامنت های همین ویدیو هم پین شده میشیم. اسم این سایت دیفای لاما هستش که یکی از بهترین سایت های تحلیل دیفای هستش و بزرگترین تجمیع کننده ارزش دارایی های قفل شده یا همون TVL بیش از 100 تا شبکه و برنامه است که پشتوانه سرمایه‌ای که هر ارز داره رو بهمون نشون میده. برای پیدا کردن ایردراپ های با پشتوانه قوی هم باید از این بالا روی منوی همبرگری کلیک کنیم. بعد باز شدن منو روی گزینه دیفای کلیک میکنیم و از این بخش روی ایردراپس کلیک میکنیم. بعد این صفحه برامون باز میشه که لیست جدیدترین ایردراپ ها رو واسمون میاره که ما باید با توجه کردن به میزان TVL اونها پروژه های معتبر رو پیدا کنیم و روشون وقت بذاریم. خب برمیگردیم به تلگرام و میریم سراغ سایت دوم، یعنی سایت ایردراپ کینگ که به جرئت میتونم بگم یکی از بهترین سایت هایی است که میتونیم ایردراپ های ارزشمند رو توش پیدا کنیم. خب بعد ورود به این سایت با این صفحه روبرو میشیم که ایردراپ های فعال حال حاضر رو واسمون میاره. اگه یکم اسکرول کنیم پایین‌تر میرسیم به این بخش که اینجا به همون تعداد ایردراپ های فعال رو نشون میده. اینجا هم ایردراپ هایی که منقضی شدن و اینجا هم درصد ایردراپ هایی که در بستر شبکه ERC20 بودن و اصلا رو نشون میده. خب حالا اگه برگردیم بالا میبینیم که اینجا برامون ایردراپ ها رو اولویت بندی کرده و اولین گزینه ایردراپ ها رو به ترتیب جدیدترین به همون نشون میده. دومین گزینه که اسمش بهترین هست ایردراپ ها رو بر اساس میزان رتبه و نظر کاربرا به ترتیب واسمون میاره. سومین گزینه هم که اسمش قیمت هست ایردراپ ها رو با میزان سرمایه‌ای که باهاشون شروع کردن ترتیب بندی میکنه. چهارمین گزینه هم بهمون ایردراپ هایی که به روزهای پایانیشون نزدیک میشن و آخراشونه رو واسمون به ترتیب میاره که اینجا میتونیم ببینیم چند روز دیگه به اتمام این ایردراپ ها مونده. برای اطلاع از نحوه گرفتن هر کدوم از ایردراپ ها هم کافیه روشون کلیک کنیم. مثلا من روی این ایردراپ کلیک میکنم و این صفحه برام باز میشه. توی این صفحه اطلاعات این ایردراپ رو واسمون آورده که توی این بخش بهمون به صورت قدم به قدم توضیح داده که برای گرفتن این ایردراپ باید چیکار کنیم. برای گرفتن این ایردراپ باید اول وارد پیجشون بشیم، بعد کد میستری باکس خودمون رو توی توییتر به اشتراک بذاریم و صفحه توییترشون رو هم فالو داشته باشیم. توی چنل دیسکورد و تلگرامشون هم عضو بشیم و بعد ایمیلمون رو داخل پیجشون ثبت کنیم. بعد هم به گفته این سایت حدود 350 تا توکن این ایردراپ و یک NFT به صورت رایگان بهمون میده که میتونیم میزان دریافتیمون رو به 100,000 تا هم برسونیم. خب بعد مطالعه این بخش باید روی این گزینه جوین د ایردراپ کلیک کنیم تا وارد پروسه این ایردراپ بشیم. خب اینم از آموزش امروز. اگه به هر نحوی تونستم یه چیز جدید یادت بدم حتما این ویدیو رو لایکش کن و اگه سوالی هم داشتی توی کامنت ها ازم بده. راستی تو چنلم کلی آموزش کسب درآمد برات گذاشتم که چند تاشون رو اینجا هم برات میذارم.